به نام خدا. این فیلم آموزشی ایجاد پروژه با استفاده از توابع CMC در نرم افزار کیل هستش. برای شروع من یک پوشه را برای ذخیره پروژه ایجاد کردم. داخل این پوشه 3 تا پوشه بر حسب سلیقه قرار دادم. پوشه اول لایبرریه که کتابخونه های CMC رو داخلش قرار میدم. پوشه دوم هم پروژکت هستش که پروژه‌ام رو داخلش ذخیره میکنم و پوشه سوم هم سورس که کتابخونه و هدرهای متفرقه رو داخلش قرار میدم. تو مرحله اول میریم کتابخونه های CMC رو کنار پروژه خودمون کپی کنیم. شامل 2 تا پوشه هست اینجا. پوشه اول CMC است که من داخلش رو هم نشون بدم، اشتباه نکنید که میتونید این کتابخونه رو از سایت SC یا سایت ARM دریافت کنید. بعد در کنار کتابخونه های CMC باید یک فایل هدر کانفیگ رو هم من کنار پروژه‌ام داخل پوشه سورس قرار بدم که این کارم میکنم. بعد میریم مرحله بعد ایجاد پروژه. محل پروژه رو داخل پوشه پروژه قرار میدم، محل ذخیرش رو. توی این قسمت هم میکروی من STM32F103RB هستش. توی این پنجره توی قسمت CMC من باید تیک گزینه کور رو قرار بدم که با توجه به اینکه رنگ این قسمت نارنجی میشه نرم افزار اعلام میکنه که باید فایل استارتاپ رو هم من اضافه کنم. میتونم فایل استارتاپ رو به صورت دستی از این قسمت تیکش رو قرار بدم، یا میتونم با استفاده از این قسمت، یا میتونم با استفاده از کلید ریزولو به صورت اتوماتیک نرم افزار این کار خودش انجام بده برام. بعد از این کار اوکی رو میزنیم و فایل استارتاپ به پروژه‌مون اضافه میشن. حالا اینجا من یه تغییر اسمی هم بدم. حالا میرم فایل مینم رو ایجاد میکنم، محل ذخیرش رو پوشه سورس قرار میدم، main.c. مین هم به پروژه اضافه شد. بعد میرم کتابخونه های لایبرری، کتابخونه های توابع CMC داخل پوشه STMC یا استدی پوشه SRC. توی این قسمت با توجه به پروژه‌مون من قصد این پروژه خیلی ساده رو ایجاد کنم، فایل هایی که من نیاز دارم فلش، GPIO و RCC هستش. اینها رو اد میکنم، این هم اضافه شد. بعد میرم سراغ تنظیمات کیل که آدرس فایل هام بدم. من از تب اول شروع میکنم تا مشکلی برای شما هم پیش نیاد. تب اول که انتخاب میکرو بود، تب دوم این قسمت من فقط کریستالی که به میکرو متصل هست 8 مگاهرتز. تب بعدی من کریت هکس فایل رو هم تیکش رو میذارم. با این دوتا تب کاری نداریم. تب C++. تو این قسمت باید یه عبارتی رو من تایپ کنم. use underline std brief underline driver stm32f10x underline md. این MD با توجه به نوع میکرو من انتخاب میشه که توی اینجا انتهای فایل استارتاپ نوشته که میکرو من نوعش MD هست. با توجه به این من اینجا MD قرار میدم. ممکنه برای شما HD یا CL یا XL هم باشه. توی این قسمت میریم که آدرس پوشه‌هایی که
برای پروژه نیاز هست رو، فایلی که داخلش هستن رو آدرسشون رو به پروژه بدیم یا به قولی برای کیر معرفی کنیم. از اول کار از پوشه لایبرری شروع میکنیم. پوشه CMC، CMTD، Core Support. آدرس بعدی لایبرری CMC، CMTD، Device Support، ST، STM32F، F10X. پوشه بعدی لایبرری STM، INC. پوشه بعدی توی همون قسمت SRC. پوشه بعدی پوشه پروژکت هست. پوشه بعدی هم پوشه سورس. آدرس دهی ما اینجا به پایان میرسه. میریم سراغ تب بعدی. با این تب کاری نداریم، با این تب هم کاری نداریم. اینجا دیباگر من ST-Link هست، ممکنه برای شما J-Link یا U-Link باشه. توی این قسمت هم باز من برای پروژه خودم به ST-Link قرار میدم. توی این قسمت باید میکروی خودمون رو که سیستم خودش شناسایی کرده با حافظه 128 کیلوبایت میدیوم دنسیتی اینجا این قسمت هم اد میکنیم. بعد تب تریس این قسمت باید فرکانس کاری پردازنده رو وارد کنیم. توی این قسمت هم جی تاگ برای جی لینک و SW من برای ST-Link خودم قرار میدم. اوکی میکنم. ساخت پروژه ما به پایان رسیده. من فقط چند خط رو می نویسم که مطمئن شم پروژه درست عمل میکنه. خب پروژه بدون ارور و وارنینگ کامپایل شد. فقط چند تا نکته هست که من اونا رو براتون یادآوری کنم که قبلا توی انجمن ایران میکرو چندین مرتبه اینا گفته شده. داخل هدر STM32F10X.H اگه برید توی این قسمت حتما باید توجه کنید که این خطی که مربوط به میکروی شما اصلا کامنت باشه که برای من MD هست و MD هم به قولی فعال شده. ممکنه برای شما HD یا XL یا CL هم باشه یا LD باشه که باید با توجه به نوع میکروتون برای خودتون تغییرش بدین. یا توی هدر کانفیگ هم توجه داشته باشین که حتما توی این قسمت بخشایی که مورد نیازتون هست ممکنه یکی از واحد SPI استفاده بکنه، باید کامندهای SPI رو اینجا حذف بکنه تا SPI هم براش فعال بشه. و دیگه نکته خاصی نیستش. فقط این پروژه رو هم به عنوان تمپلیت من توی سایت ایران میکرو قرار میدم. حتما سر بزنید به سایت ایران میکرو. اونجا پروژه جالبی راجب STM32 پروژه جالب و کاملی قرار داده شده. اگه مشکلی هم بود سوالتون اونجا مطرح کنید، حتما پاسخ داده خواهد شد. این هم ایمیل بنده هست که دوستانی که مشکل برخوردن اصلا طریق سایت اگه اقدام کنن حتما جوابشون داده میشه، مگر اینکه در موارد خاص شاید من کمتر سر بزنم از طریق ایمیل پیگیری کنم. خدا نگهدار شما، موفق باشید.